بار سلام علیکم دوستان و همراهان عزیز. حاضر یک سخم عادی که برای شیت‌ها برای خنک‌کنی هست می‌بینیم. چون ما اینجا از همین ترموستاتی که گذاشته شدگی هست و یک ریلی زمانی کیف استفاده کردگی هستیم و هدف از دو تا اینا یک جای استفاده کردن اون است که ما هم وابسته به حرارت همین کولر را روشن میکنیم، همین هوا کشک را، و هم وابسته به وقت. یعنی ما اگر حرارت تا یک حد معین رسید، خب حتما که اینا باید روشن شوند و اینا باید دائم هم کار نکنن. یکم مثال دم استراحت میکنن با کار میکنن، استراحت میکنن و کار میکنن. خب سخیمش هم طراحی کردیم. اینجا یک سخیم سودا است، فاز می آید و با فاز از یک کلیتی وصلقه داریم. خب همین اتوماتیک ما داریم اینجا، از یک اتومات میاد و ترموستات عبور میکنه از تیغه بسته که در ترموستات است و میاد ریلی تاثیر در وصلقه روشن میکنه. خب اگر یعنی حرارت ما که تمام حد که نیست، خب یعنی میبید و کتی یک روشن میکند و کتی یک آمده ریلی که یک روشن، یعنی این ریلی را روشن میکند و این ریلی باشد دو تیغهش برای فاز، دو تیغهش هم برای نال استفاده شده است، برای همین هوا کشک را روشن کردن. منبعش وصل میکنیم. خب میبینیم این ریلی ما کار کرد. خب اینم کار کرد. شما باز استراحت میکنید. خب کمتر با کار میکند، اینم کار میکند، باز دم میزنه. خب وقتی ما کوتاه‌تر که هست، برای همین مثال ما اینا بعد زیادتر میگذاریم، وقتچه کمتر زیادتر میگذاریم، کار میکند و هم وابسته به حرارت. این اگر حرارت هم پایین‌تر بذاریم کار میکنه، اگر حرارت بالاتر بذاریم ببین همه خاموش، یعنی تمام حرارتی که اومد که رسید، خب حدود 40 درجه کار میکنه تمام. و در 40 درجه پایین‌تر که شود خاموش میشه.